بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه و بعد. دوستان و سروران عزیز، از اونجایی که همه شما میدونید چون ما در میدان مبارزه هستیم و در میدان مبارزه هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته. میدان مبارزه میدانی است که در او سختی های فراوانی هست، زندان هست، شکنجه هست، کشته شدن و شهادت هست، رنج ها و سختی های فراوانی همراه میدان مبارزه هست. به خاطر همین جا دارد که بنده به عنوان یک سرباز کوچک، یک مبارز بسیار کوچک، به عنوان یک دادخواه، یک آزادیخواه و یک خیرخواه کلماتی رو خدمت شما سروران عزیزم عرض بکنم. همونطور که خدمت شما گفتم سروران عزیز، ممکن هست که ما یک روزی در این راه جان خودمون را از دست بدیم. ممکنه کشته و شهادت برسیم. بنابراین خدمت شما عرض می کنم که اگر روزی این سعادت نصیب ما شد و ما در این راه جان خودمون را از دست دادیم، بدونید که ما در راه اهداف و آرمانهای خودمون جان دادیم. بدونید که ما سرافراز جان دادیم و با ذلت و سرافکندگی زندگی نکردیم و شهادت افتخار هست برای ما. جان دادن در راه مبارزه با ظلم، در راه مبارزه با ستمها، راه حسین رضی الله تعالی عنه هست. یادم هست زمانی که در سال 91 من زندان بودم و رژیم مکار، رژیم خبیث آخوندی تمامی حیله ها، تمامی مکرهای خودش رو به کار برده بود که پرونده سازی کرده بود که ما رو اعدام بکنه، با یک اتهام واهی و ساختگی، با یک فیلم دروغین سر تا پا، فیلم هندی که ساخته بود. تمام مکر خودش رو به کار برد. زمانی که من زندان بودم، پشت میله های زندان یک وصیت نامه اونجا نوشتم، در دفتر خودم یادداشت کردم و زمانی که من از زندان آزاد شدم در یکی از سخنرانی های خودم هم این مطلب رو عنوان کردم و اینجا مجددا من تکرار می کنم که تا شما سروران عزیزم بدونید که اگر روزی ما در این راه کشته و به شهادت برسیم، بدونید که در راه آرمانهای خودمون جان دادیم. و وصیت من این بوده که بر سر قبر ما این تکه شعر و این بیت رو بنویسید، بر لوح سر تربت و خاکم این بیت نگارید، با خط درشتی که رباینده عین است. هر کس که در این راه رود با تن پرخون، از قافله بدر و زیاران حسین است. بدر و کربلا اینجاست، چون یزید و بولهب ها اینجایند. میدان بدر، ریگستان بدر و ریگستان کربلا اینجاست، چون اینجا نبرد با خامنه ای، فرعون زمان و یزید دوران هست. شما میدونید که حسین جان جان نازنین خودش رو و خون سرخ فرزندان دلبندش رو در راه از بین بردن ظلم و ستم، در راه حریت و آزادی تقدیم کرد. حسین خون داد، زیر شمشیرهای دشمنان جون داد. حسین سر داد،
اما سر در برابر ظلم خم نکرد، برای حریت و آزادی در برابر ظالمان زمان جنگید. اهل حق حریت آموز از حسین، در نوای زندگی سوز از حسین. پس امروز هم ما به این یزیدیان زمان میگوییم که وقت هی که یزیدو سنو تم هم حسینی هن درته نہیں ہے. ما قدم در راه حسین جان ها گذاشتیم و با خدای خود، با وجدان خود عهد بستیم، با مادران سینه سوخته خودمون عهد بستیم که این میدان رو رها نخواهیم کرد. این مسیر رو ما ادامه میدیم. پس اگر روزی ما در این راه کشته و شهید بشیم، بدونید که ما در راه آرمانهای خودمون جان دادیم و ما با شهادت بیدارتر میشیم، قویتر میشیم، زنده تر میشیم. رژیم آخوندی هرگز این فکر و این گمان رو نکنه که با کشتن ما، با کشتن مبارزین ما، با کشتن علما و نخبگان ما، با کشتن و ترور جوانان ما، نخبگان ما، با به بند و زنجیر کشاندن علمای ما، با حلق آویز کردن معترضان ما، با ترور مجاهدین و دادخواهان و مبارزین ما، بتونه اندیشه مبارزاتی رو در میان جوانان ما سست و ضعیف بکنه. هرگز این گمان رو نکنه که با کشتن ما بتونه اراده فولادین جوانان مبارز ما رو سست و ضعیف بکنه. نه، ما با شهادت ها زنده تر میشیم. ما آموخته ایم از این مکتب که این دم الشهید نور و نار، خون شهید نوری هست و ناری، نوری هست در دل مبارزان و آزادی خواهان، در دل جان برکفان و جان فدایان، و آتشی هست که بنیاد و کاخ ستمگران رو به آتش میکشونه و به خاکستر تبدیل میکنه. پس هرگز رژیم آخوندی فکر نکند که ما با شهادت از بین میریم. کاش این آخوندهای بیخرد ذره عقل و خرد میداشتند که ندارند. 45 سال هست شما میکشید، ترور میکنید، به شیوه های مختلف، به بهانه های واهی پرونده سازی میکنید، اعدام میکنید، ترور میکنید، در جاده ها میکشید، در کوهستان ها میکشید، به بهانه های مختلف به زندان میاندازید، تعرض میکنید، شکنجه و تجاوز میکنید. اما نتیجه چی شد؟ آیا با این اعدام ها، با این حلق آویز ها، با این سرکوب ها ما از بین رفتیم؟ هرگز. با این فشارها ملت ما بیدارتر، جوانان ما آگاهتر، اندیشه مبارزاتی قویتر، و شماها روز به روز به لبه پرتگاه نزدیک و نزدیکتر دارید میشید. پس ما هرگز اظهار خوشحالی نکنید که اگر روزی هم ما به شهادت برسیم، شما فکر نکنید که شما میتوانید تا ابد به این ظلم خودتون ادامه بدید. ما زمانی که تو این میدان پا گذاشتیم، همه این خطرات رو ما به جان خریدیم. میدونیم که تمامی این احتمالات وجود دارد. ممکن هست افرادی ساده لوح از خود ما هم باشند و بگویند که هان اگر این ملا می نشست همینجا تو مکتب خودش، تو مدرسه خودش درسی میداد، نمازی میداد، پیش زن و بچه هاش بود، راحت بود، سرش تو زندگی خودش بود، زندگی خودشو میکرد، رفت و خودشو، نتیجهش چه شد؟ اون هست که رفت که خودشو به کشتن داد. این سخن انسانهای ضعیف و نفس، بی اراده، زبون
و سست بنیادی هست که هدفی در زندگی جز تن پروری و عافیت طلبی ندارند. اینا هیچ اراده و برنامه و آرمانی برای زندگی خودشون ندارند. این زندگی حیوان ها است. حیوان برای خوردن و خوابیدن آمده، اما انسان ها برای زندگی کردن آمدند، برای زندگی با عزت و شرافتمندانه آمدند، که نیامدند که با هر قیمتی این انسان ها زندگی بکنند. این چنین افرادی که چنین سخنانی رو بر زبان میارن، اینها در زمان پیامبر خدا هم بودند. به مبارزینی که در رکاب پیامبر اسلام حرکت میکردند، میرفتند زخمی میشدند، میرفتند شهید میشدند، به اونها هم طعنه میزدند، میگفتند که لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. اگه اینها کنار ما میبودند، نمیرفتند همراه پیامبر نمیشدند، الان کنار زن و بچه هاشون استراحت میکردند، خوش بودند. اما رفتند و خودشون رو به کشتن دادند. پس این افراد هستند افراد سست بنیاد و سست اراده، اما فراموش نکنیم که در مقابل اینها هستند آزاد مردانی که آرمان آزادی رو در سر میپرورانند. هستند آزاد مردانی که قید زندگی رو زدند، از خوشیهای خودشون گذشتند، از لذتها دل بریدند. هستند راد مردانی که پا در وادی مرگ گذاشتند و ترس از مرگ برای اونها معنا و مفهومی ندارد. هستند راد مردانی که آرمانهایی در زندگی برای خودشون ترسیم کردند و برای اون اهداف و آرمانهای خودشون تمامی خطرات رو به جان میخرند. پس سروران عزیز، همانطور که عرض کردم ممکن هست در این مسیر روزی ما به شهادت برسیم، اما شهادت پایان راه نیست. این مسیر، این میدان ادامه دارد و با شهادت و با مرگ هیچ کسی این میدان تعطیل نمی شود.